تو این ویدیو ها میخوایم به صورت خیلی خلاصه و کاربردی در مورد اختلالات یادگیری مطالبی رو به شما عزیزان آموزش بدیم که توی کلاس های درس بتونه به کارتون بیاد. قبل از همه چیز ما باید بتونیم یه تشخیص درست از اختلال یادگیری داشته باشیم و بتونیم دانش آموزانی که دارای اختلال یادگیری هستند رو به خوبی شناسایی کنیم. لازمه این امر اینه که ما بتونیم تفاوت بین مشکلات یادگیری و اختلال یادگیری یا learning disorder رو به خوبی با هم دیگه بشناسیم. مشکلات آموزشی به مشکلاتی بیان میشه که معمولاً عوامل محیطی باعثش هستند، مثل کمبود امکانات آموزشی، نحوه ارائه مطالب توسط معلم، شلوغی کلاس یا بی‌رغبتی و اهمالکاری دانش آموز. اما اختلال یادگیری به مشکلاتی اطلاق میشه که مربوط میشن به عوامل درونی و مغزی و در اختلال یادگیری دانش آموزان دارای مشکل در کارکردهای اجرایی و شناختی درون مغز مشکلاتی دارن که باعث شده علیرغم اینکه هوش متوسط و یا حتی دیده شده رو به بالایی داشته باشن ولی عملکرد تحصیلیشون نسبت به همسالانشون پایین باشه. خب برای اینکه بخوایم دانش آموزی رو که دارای اختلال یادگیری هست به خوبی شناسایی کنیم باید به چند نکته توجه داشته باشیم. اولا معمولاً ضریب هوشی دانش آموزانی که دارای اختلال یادگیری هستند بالای 85 است و این دانش آموزان باهوش شناخته میشن. ثانیاً دانش آموزان دارای اختلال یادگیری اضطراب خیلی زیادی ندارن. اضطراب هم یکی از عواملی است که میتونه باعث مشکلات تحصیلی بشه که ما باید دانش آموزی که اضطراب داره رو از دانش آموزی که دارای اختلال یادگیری هست جدا کنیم. قبل از تشخیص هم باید عوامل پزشکی مثل بینایی و شنوایی این دانش آموزان کاملا چک بشه که از سلامت کامل برخوردار باشند. پس اگر به طور خلاصه بگم دانش آموزی که ضریب هوشی بالای 85 داره، اضطراب نداره، توی بینایی و شنوایی مشکلات نداره، کاندید برای اختلال یادگیری محسوب میشه. سوالی که از ما زیاد میپرسن اینه که علت اینکه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری میشن چیه؟ میتونیم علل رو توی چند حیطه دسته‌بندی کنیم که یکی از اونا عوامل پیش از تولد است. معمولاً اگر تو 3 ماهه اول بارداری مادر دچار بیماری‌های عفونی مثل سرخجه، آنفولانزا یا مسمومیت با جیوه بشه، این یکی از علتها میتونه باشه. عوامل حین تولد مثل کمبود اکسیژن حین زایمان و طولانی شدن دوره زایمان یه علت دیگه میتونه باشه و عوامل پس از زایمان مثل ضربه به سر، کمخونی یا انگل میتونه از عواملی باشه که دانش آموزان رو دارای اختلال یادگیری بکنه. یکی از مواردی هم که توی این دانش آموزان دیده میشه اینه که اینا معمولاً توی تغذیهشون از مواد پروتئینی و قندی بسیار کمی استفاده شده در سنین رشدشون و نتونستن به صورت کامل مراحل رشد رو طی کنن. یعنی این دانش آموزان اون حرکات دورانی که پیاژه میگه رو به خوبی انجام ندادن، مثل سینه خیز رفتن، 4 دست و پا رفتن و اینا که بعداً باعث هماهنگی 2 نیمکره مغز میشه و دربارش صحبت خواهیم کرد رو به خوبی طی نکردن. علاوه بر این ما میتونیم به محیط‌های فقیر هم اشاره کنیم. منظور ما اینه که اگر بچه توی محیطی بزرگ بشه که این رنگ‌های مختلف رو ندیده باشه،
خب چجوری میتونیم انتظار داشته باشیم که توی ریاضی هم بتونه به راحتی اشکال و رنگ‌های مختلف رو تشخیص بده؟ بچه‌ای که توی گهواره خوابیده و داره به صورت دورانی تکون میخوره، این داره توی ذهنش طرحواره و اشکال مربوط به هندسه رو شکل میده. پس اینا عواملی هستن که باعث میشن که نورون‌های مغزی به اون صورت که باید رشد کنن رشد نمی‌کنن و بعداً دانش آموز دچار اختلال یادگیری میشه. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.